کاردیف. Premier yacht club in Cardiff Bay. It can hold about 800 boats. ما در کاردیف هستیم، مرکز ولز، و حالا موقع فعلی ما جای برای کاردیف بیه. آقای دوست خوب جناب آقای علی نظری لطف کردن ما را اینجا آوردن و موقع فعلی ما مقابل پارلمان ولز پارلمان. خدمت شما عرض کنم که این پارلمان در حدود 96 نفر عضو داره به صورت آزاد از در واقع از اینجا به انتخابات آزاد انتخاب میشن و این پارلمان راه پیدا میکنه در حدود 96 عضو. جمعیت کل ولز ظاهرا در حدود 4 میلیون جمعیت داره و از این مجموعه که نماینده پارلمان در حدود 32 نفر در پارلمان یوکی راه پیدا میکنن. این یک معلومات مختصر در خصوص در واقع همون چینش سیاسی یا پارلمانی ولز خدمت شما عرض کردم. بله ساختمان جالبیه. بله کاردیف یک شهری واقعا مولتی کالچر یا همون چند فرهنگی که میگن، به معنای واقعی کلمه مولتی کالچره. یک چیز بسیار جالبی دیگه ای که من میخواستم با شما شریک کنم، قطعا با شما جالبه. شما این گروه هنری رو میبینید اینجا بنر تبلیغاتی از گروه هنری در دیوار از سالن تئاتر دیده میشه. چیزی که بسیار جالبه شما دقت بفرمایید، مثلا این گروه هنری ببینید همون مولتی کالچر یا چند فرهنگی ولز نشان میده. ببینید شما یعنی از ملیت‌های مختلف، از ادیان مختلف به گروه فرهنگی نماینده داریم. نه حتی یک گروه نمایشی، یک گروه فرهنگی یا گروه هنری تئاتر هم نمایندگی از ملیت‌های مختلف میکنن. این خانم محجب شما میبینید و همینطور احتمالاً این چهره‌ای که شما می‌بینید از ملت‌های مختلف دیگه هست. اما چیزی که جالب بود این در ترکیب یک خانم محجب و خانم مسلمان. بله کاردیف یک شهری واقعاً مولتی کالچر یا همون چند فرهنگی که میگن، به معنای واقعی کلمه مولتی کالچره. ببینید شما شاید در تصویر شاید خوب دیده نشه، خوب دیده میشه. بله اهلا و سهلا، یعنی از مراجعین به زبان ولشی، به زبان انگلیسی، به زبان عربی خوش آمد میگن. جالبه. بله اینم قایق سواری در اطراف شهر کاردیف، جای همه شما دوستان خالی. جناب آقای علی نظری اینجا تشریف دارن، در آخر قایق نشستن. انشاءالله امروز یک قایق قوی خوب خواهیم داشت. Quick safety announcement. The boat hasn't sunk this week. Should we have a problem, life jackets are in the center seats. Oh, thank you. Hello guys, Benjamin, Jamil, hello, have enjoyed? Nice. The grey building to the right hand side is the Cardiff Devils ice ring. We can go skating as well.